سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 21 نوامبر همراه شما. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان از جلب مهاجران تاجیک به صف گروه‌های تندرو اسلامی و به جنگ سوریه اظهار نگرانی کرد. او از مقامات امنیتی خواست پیش راه این ظهورات را بگیرند. شکرجان ظهوروف در این باره روز 21 نوامبر هنگام بررسی استراتژی ملی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان در جلسه پارلمان سخن گفت. چی طور می شود که بچه‌های مویا از روسیه گروه های مخصوص استفاده برده گرفته به دیگر دولت ها به جنگ میبرند. با گفته مقامات رسمی تاجیکستان از شمار آن جوانان تاجیک به جنگ های عراق و سوریه رفتند 50 نفرشان در آن کشورها کشته شدند. مقامات میگویند عمدتاً آنهای به صف تندروان میپیوندند که دانش کافی دینی ندارند و یا زیر تاثیر عقیده های افراطی مانده‌اند. وکیلان شهبال میرزویف سرباز معیوب شده تاجیک دعوای رسمیشان برای طلب جبران را به دادگاه نظامی شهر دوشنبه سپردند. دلشاد جورایف یکی از وکیلان دفاع شهبال روز 21 نوامبر به رادیوی آزادی گفت در این دعوای دادگاهی خواسته شده است که رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان به شهبال میرزویف 241,000 سامانی جبران مادی و معنوی بپردازد، هرچند این مبلغ هم برای معالجه و شفای کامل یافتن سرباز معیوب کافی نبوده است. کمری شهبال میرزویف 22 ساله که تیرماه سال 2013 به ارتش رفت ماه مارس امسال بر اثر بدرفتاری یک همخدمتش آسیب دید و او تاکنون مستقلانه راه رفته نمیتواند. سوگواری و ماتم مردم زیادی برای مرگ یک آوازخوان شناخته ایرانی بسیاری ها را در سراسر ایران و خارج از آن حیرت زده کرد. مرتضی پاشایی که فقط 30 سال داشت و چند سال پیش نخستین البومش را نشر کرد، روز 14 نوامبر بر اثر سرطان معده درگذشت. هزاران نفر بعد مرگ او با شمع‌ها به کوچه و خیابان‌ها ریختند و یادش را گرامی داشتند. در شهر دوشنبه مراسم خاتمه یک برنامه آژانس رشد بین المللی آمریکا برگزار شد که این برنامه امکان داده است پیش راه دامن زدن بیماری سیل در تاجیکستان گرفته شود. بر طبق برنامه کیر وان که آژانس مذکور همراه با اتحادیه مبارزه علیه بیماری سیل هلند عملی کردند، تشخیص و آشکار کردن بیماران سیل در تاجیکستان 2.5 مرتبه زیادتر شده است. با کمک لایحه در مرکز ناحیه رشت دستگاه تشخیصی جینی اکسپرت نصب کرده شد که این بیماران سیل برای سری وقت و فوراً دریافت نمودن بیماران سیل و سری وقت و تا بعد فرا گرفتن آنها مساعدت نمود. در مناطقی که برنامه اجرا شد بیشتر از 600,000 نفر زندگی میکنند و با مساعدت آژانس رشد بین المللی آمریکا و مؤسسه‌های امدادی هلند وضع آزمایشگاه‌های طبی، خدمت رسانی و تامین بیماران سیل با دارو و درمان بهتر شده است. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان تقریباً 15,000 نفر به بیماری سیل گرفتار هستند. در تاجیکستان هفته جهانی صاحبکاری با نمایشگاه خاتمه یافت که در آن ده‌ها شرکت خرد و میانه مال و محصولات و خدمت رسانی‌های خویش را معرفی کردند. هفته جهانی صاحبکاری از 17 تا 21 نوامبر با چاره‌بینی‌های گوناگون و نشست و صحبت‌ها درباره رشد صاحبکاری در تاجیکستان صورت گرفت. در نمایشگاهی که روز 21 نوامبر با مساعدت شورای آمریکایی تجارت در دوشنبه برگزار شد، حدود 50 شرکت داخلی و خارجی مال و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. هفته صاحبکاری در تمام دنیا در زیاده از 102 مملکت جهان جشن گرفته می‌شود. ما همچون پالات سودای آمریکا این روز را جشن می‌گیریم و بسیارتر از 50 شرکتی که در اساسیاسیون ما اشتراک می‌کند در این فستیوال ما هست. در تاجیکستان بخش خصوصی و صاحبکاری خرد و میانه که محرک اقتصاد هر کشور است خوب رشد نکرده است و اقتصاد آنها رشوه‌خواری و بیوروکرات زیاد را از عامل‌های عقب ماندگی بخش خصوصی در تاجیکستان می‌دانند. و اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.